ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم. اسلام آمده است که این حرفای نامربوط را از بین ببرد. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود. افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می شود و همواره نیز چنین خواهد بود. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخوایم، ملیت را میخوایم و اسلام را نمیخوایم. اون مردی که در خارج گفت که اول من ایرانی چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.